سلام مجدد دوستان، وقت شما بخیر. توی ویدیوی قبلی اومدیم در مورد کاربردهای زمان حال ساده و نحوه ساخت جملات مثبت و منفی صحبت کردیم. توی این قسمت قرار هست که با هم در مورد نحوه تبدیل این جملات به سوالات yes no و WH صحبت بکنیم. همون دوتا مثال قبلی اینجا هستند. اولی he goes to school every day و دومی هم they listen to music when they're sad. اگه که بخوایم این جملات رو به سوالات yes no تبدیل بکنیم، باید بیایم به فاعل جملمون دقت بکنیم. اگه که فاعلمون سوم شخص مفرد باشه، باید در ابتدای سوال yes no از کلمه does استفاده بکنیم. Does he go to school every day? آیا اون آقا هر روز به مدرسه میره؟ اگه بخوایم جواب کوتاه مثبت بدیم، باید بگیم Yes, he does. و برای جواب کوتاه منفیمون باید بگیم No, he doesn't. خب اینجا چون که فاعلمون سوم شخص بود، در ابتدای سوال از does استفاده کردیم. همیشه برای فاعل‌های سوم شخص مفرد برای سوالات yes no باید در ابتدای سوال از does استفاده بکنیم. یا به عبارتی میتونیم بگیم که فرمول تبدیل جملات مثبت زمان حال ساده در صورتی که فاعلمون سوم شخص مفرد باشه به این صورت هست. does plus فاعل های he, she یا it plus simple verb and the rest of the question. این همین سوال ابتدا does، بعد فاعلمون که اینجا he هست، بعد فرم ساده فعلمون که go هست و بقیه سوالمون استفاده شده. حالا میایم به جمله دوم نگاه میکنیم. فاعلمون they هست، پس فاعلمون سوم شخص مفرد نیست. در این حالت باید به جای does در ابتدای سوال yes no از do استفاده بکنیم. Do they listen to music when they're sad? آیا اونها موقعی که ناراحت باشن به موسیقی گوش میکنن؟ باز اگه بخوایم بیایم به صورت کوتاه به این سوال جواب بدیم، جواب مثبت بدیم، باید بگیم yes they do. و اگه که بخوایم جواب کوتاه منفی بدیم، باید بگیم no they don't. حالا بر اساس همین سوالی که اینجا نوشتیم، میتونیم فرمولی مد نظر بگیریم برای حالتی که بخوایم سوال yes no بسازیم و فاعلمون سوم شخص مفرد نباشه. به این صورت do plus I, we, you or they plus simple verb and the rest of the question. باز توی همین مثال ابتدا از do استفاده کردیم. فاعلمون توی این سوال they هست، فرم ساده فعلمون که listen هست و بقیه جمله. این در مورد سوالات yes no بود. حالا میخوایم بپردازیم به سوالات WH wordمون. Let me clean the examples here.
برای تبدیل این جملات به سوالات WH Word باید دقت بکنیم که میخوایم در مورد چه چیزی سوال بکنیم. مثلا اینجا من میخوام در مورد school سوال بکنم. میدونیم که school مکانه. School is a place and the WH word for place is where. school مکانه و WH word مناسب برای مکان هم where هست. میگم که where does he go every day. اون آقا هر روز به کجا میره؟ حالا اگه که بخوام در مورد every day سوال بکنم، در واقع میخوام بپرسم که اون آقا هر چند وقت یک بار به مدرسه میره. در این مورد باید از how often استفاده بکنم. یعنی WH wordم که اینجا where بود تبدیل میشه به how often. How often does he go to school? اون آقا هر چند وقت یک بار به مدرسه میره. باز اگه بخوام یک فرمول برای سوالات WH wordی بنویسیم که فاعلش به صورت سوم شخص مفرد هست، باید به صورت زیر عمل کنیم. می نویسیم که WH word plus does plus he, she, it plus simple verb and the rest of the question. حالا اگر که فاعلمون سوم شخص مفرد نباشه، مثل همین مثال دومی که اینجا داریم، باز باید دقت بکنیم که میخوایم در مورد چه چیزی سوال بسازیم. مثلا میخوام بگم که اونها کی به موسیقی گوش میکنن. در واقع میخوام در مورد این قسمت سوال بکنم. میدونیم که این اشاره میکنه، این قسمت از جمله اشاره میکنه به زمان. اونها زمانی که ناراحت هستند به موسیقی گوش میکنن. باید باز توجه داشته باشیم که WH word که برای زمان مناسب هست کلمه when هست. پس به این صورت سوالم رو می نویسم. When do they listen to music? باز اگه که بخوام فرمول برای این نوع سوالات بنویسم، باید بنویسم که WH word plus do plus I, we, you, they plus simple verb and the rest of the question. باز همینجا WH wordمون when هست، do فاعلمون they هست، listen فرم ساده فعلمونه و بقیه سوالمون. حالا این دوتا فرمول برای اغلب WH word ها کاربرد دارن، مصداق پیدا میکنن. فقط یک استثناء وجود داره، اونم WH word who هست. به این معنی که هر موقع که بخوایم در مورد فاعلمون صحبت بکنیم، بگیم کی هر روز به مدرسه میره، چه کسی وقتی ناراحته به موسیقی گوش میکنه، باید از فرمول متفاوت استفاده بکنیم. دیگه این دوتا فرمولی که اینجا داریم در مورد who کاربردی ندارن. Let me clean the sentences and the formulas again. اینجا میخوام بگم که چه کسی هر روز به مدرسه میره. یعنی در واقع میخوام در مورد he که نقش فاعلمون رو داره سوال بکنم. در این حالت باید بگم who goes to school every day.
Who goes to school every day? چه کسی هر روز به مدرسه میره؟ باز برای جمله دوممون میخوام همین سوال فاعل رو مطرح بکنم که میشه Who listens to music when they're sad? Who listens to music when they're sad? چه کسی به موسیقی گوش میکنه وقتی که ناراحته؟ حالا اگه که به دو تا سوالی که اینجا نوشته شده دقت بکنید متوجه میشید که توی جواب سوال اولمون فاعلمون سوم شخص مفرده و جواب سوال دوممون فاعلی هست که سوم شخص مفرد نیست. ولی اگه به سوالات دقت بکنید متوجه میشید که برای هر دوی اینها بعد از کلمه هو اومدیم از فعلی استفاده کردیم که به اس یا ای اسم ختم میشه. درسته که اینجا جوابمون they هست و جمع هست، اما در واقع ما وقتی سوال مطرح میکنیم نمیدونیم که آیا اون شخص که حالا توی جوابمون مطرح میشه باید مفرد باشه یا جمع. پس همیشه توی این فرمولمون برای هو باید فعلمون به صورت سوم شخص مفرد باشه. به این صورت who plus simple verb plus s or es plus the rest of the question. who simple verb who به اضافه فرم ساده فعل به اضافه s یا es به اضافه بقیه سوالمون. باز هم تشکر میکنم بابت وقتی که گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. لطف کنید نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارید و صفحه آوا LTC رو به دوستا و آشناهایی که مایل به یادگیری زبان انگلیسی هستن معرفی بکنید. مرسی. توی ویدیوی بعدی میایم در مورد موقعیت‌هایی صحبت میکنیم که باید به آخر فعل سوم شخص مفردمون اس یا ای اس اضافه بکنیم و یه چند تا مورد تلفظی دیگه. فعلا خدا نگهدار. ممنون از وقتتون.